علیکم دوستان، در این برنامه من برای شما چگونه حرفایی که ما با دوستانمان می‌نویسیم از نویسندگی های ما که پیش می‌نویسیم از آنها کمتر فرق کنند. خب در این برنامه ما برای شما کمتر درباره با دوستان نوشتن و چت کردن نشان می‌دهیم که چگونه ما حرفای درکاری رو سیاه کنیم، حرفای نادرکار رو عادی مثل که می نویسند همه خیلی عادی روند. خب در این برنامه من برای شما نشان میدهم که چگونه حرفا رو سیاه کنیم یا که هر خیل کنیم. خب میرویم باز برای شما نشان میدهم که چگونه. خب واتساپ میرویم، نه در واتساپ نه مثلا نمیبینیم. اول من نویسندم چه خیلی است و بعدا ببین رسون ببین حرفات چه خیلی است. باز ما برای شما نشان میدیم چگونه. خب می نویسیم السلام علیکم دوست عزیز. خب ببین السلام علیکم دوست عزیز. ببین از اینها هیچ فرقیتی نداره. خب ما میخواهیم که رنگ همین سیاه باشد. برای این ما چیکار میکنیم؟ خوب برویم اول یک بار ستاره چرا بجقیم و بعدا در اینجا نوشتگی خودمون رو مثلا السلام علیکم رسول جان. خب در آخری حرفامون ما باز ستاره رو زیر میکنیم. ببین همه حرفامون سیاه شد. باز میتوانیم که مثلا نام همون یک شخص را ما میتوانیم ببین رسول جان. ما میتوانیم نام یک شخص را سیاه کنیم. ببین چه شد. انا و بس و باز من ببین اینها را ما همین رو چگونه کردیم. خوب میرویم باز دیگر برنامه. خب با این برنامه سر می شود. ستولیش تکست و نامه میجخیم. در اینجا با ما زیاد بدهد السلام علیکم. این ببین با ما هر طریقی نشون داده که شما میتوانید با این طریق با هر خیل نمود و هر طریق شما میتوانید با دوستان خودتون چت کنید. خب این رو ببینید رفتن این رو انتخاب میکنیم. میرویم واتساپ. در واتساپ کپی میکنیم. ببین هر نمود باز در اینجا برای ما چند نمود دیگه بدهد. ببین خب از همینجا میتوانید که نوشتجوی خودتان رو کپی کنید، مثلا اینش و در اینجا استوید کنید. خب و باز اینش ببین اینش چه خیلی است. خب نمیفهمید چی است. خب برای خودتان چه خیلی باشد مثل همین برنامه را اسکچر میکنید، استنافه میکنید در تلفنتون. با این هر طریق مینویسید و دوستان خودتون روان میکنید. کمی بازی هم میکنید. مثلا ببین هر نمود خوب وقتش را انتخاب میکنید.
اینا رو ببین. خب شما هم میتونه با همین برنامه با دوستای خودتون نویسونید، چت کنید. خب اختیاراتون. خب برنامه امروز همین بود. خب در پناه خدا نگهدار.